بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. روایت امام مسلم. از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم، لعنت کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، لعنت گفت. برای کی؟ رسول الله کی را لعنت کرد؟ اکل الربا، انسان رباخور را، پاره‌خور را لعنت کرد. هر انسانی که پاره میخورد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن را لعنت کرد. و هر انسانی که پرستین میخورد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن را لعنت کرد. و موکله و پاره دهنده، هر انسانی که پاره میدهد رسول الله پاره دهنده را هم لعنت کرد. و کاتبه و نویسنده پاره خور را نیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت کرد. و شاهدیه و شاهدان پاره خوری را رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرد. نه اینکه تنها پاره خور، پاره گیر را، بلکه هر کسی که ربا میگیرد، هر کسی که ربا میدهد و هر کسی که آن را در ورق می نویسد، شرطنامه تیار میکند، و هر انسانی که شهادتی میدهد در اینجا و شاهد میشود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه اینها را لعنت کرد و گفت که هم سوا و قال هم سواء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند همه اینها برابر هستند در گناه، همه اینها برابر در روز قیامت در نزد خدا یک جواب میگویند، چی شاهد باشد و چی نویسنده باشد و چی پاره دهنده باشد و چی پاره گیرنده باشد، همه اینها در روز قیامت گناهشان برابر است. لعنت الله به سر اینهاست. پس برادران عزیز مهربان، از پاره‌گیری دور باشید و از پرستنگیری دور باشید و یاران و دوستان خود را دعوت کنید که از پاره و از پرستن دور باشند، زیرا اینکه سبب لعنت و سبب مرحوم و سبب دور گشتن از آتشی، دور گشتن از جنت پرناز و نعمت میگردند که با سبب این پاره گرفته اشان از جنت پرناز و نعمت، از رحمت خدا محروم میگردند و دور میباشند. پس برادران عزیز مهربان، از این دور باشید و این را برای دوستان و برای مسلمان ها برسانید تا اینکه آگاه باشند از این سخن بزرگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این حدیث را امام مسلم الله رحمتش کند برای ما و شما روایت میکند. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر فيقول من يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حدیث متفق علیه.
از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. الله جل جلاله و خداوند یک و یگانه هر شب به آسمان دنیا می فراید. خداوند به آسمان دنیا می فراید حین یبقى ثلث اللیل الاخر، در سه آخر شب. فیقول، پس خداوند می گفته است، به آسمان دنیا آمده الله ذوالجلال می گفته است که من یدعونی فاستجب له، کی هست که طلب میکند از من طلب آن را قبول بکنم. کی چی دعای دارد در سه آخر شب از من دعا کند، میگوید طلب کند، خداوند میگوید من قبولش میکنم. من یسألنی فاعطیه، هر انسانی که الله میگوید از من طلب میکند من برای اون میدهم. من یستغفرنی فاغفر له، هر انسانی که از من طلب مغفرت میکند میگوید خداوند من اون را میبخشم، گناهان اون بنده را میبخشم. پس ببینید برادران عزیز مهربان، در آخر شب، سه آخر شب، الله ذوالجلال به آسمان دنیا میاد و ما و شما را فریاد میکند و به آسمان دنیا میفراید و ما و شما را میگوید که ای بندم، ای مسلمان، آیا یگان چیزی میخواهی؟ آیا یگان چی میپرسی؟ آیا میخواهی که گناهت بخشیده شود؟ پس در سه آخر شب برخیز و از خدا طلب کن. الله ذوالجلال به آسمان دنیا آمده است و دعای تو را قبول میکند. هر چیزی که تو میپرسی خداوند برای تو میدهد. از گناهان کردت پشیمان میشوی و طلب مغفرت میکنی، خداوند گناهان تو را میبخشد. پس ای برادر مسلمان، این چی سخن زیباست، این چی وقتی بزرگ است که انسان برخیزد و از خداوند طلب مغفرت کند، از آن خدایی که خلقش کرده است از آن بپرسد. هر مشکلی دارد، هر کمبودی که دارد، هر گناهی که کرده است خداوند در اون ساعت، در سه شب بندهش طلب که کرد خدا می بخشدش. پس برادران عزیز مهربان، این وقت بزرگ را از دست ندید. این وقت را استفاده برید از آن خدایی که خلقتان کرده است، از آن خدایی که ما و شما را از نیستی به وجود آورد، از آن خدا طلب کنیم که خداوند کمبودی و مشکلی های ما و شما را برداشته بگرداند. هر مشکلی که داریم خداوند مشکلی ما و شما را حل میکند. که این سخن بزرگ، سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که حدیث متفق علیه است. امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را روایت کردند. عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك نبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. روایت امام بخاری. از ابی موسی رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
مؤمن برای مؤمن مثل بنایی است که بعضیش را مستحکم می‌گرداند. و شبک نبی صلی الله علیه و سلم بین اصابعه، و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انگشت‌هایشان را به هم پیوست نمودند و به یکدیگر انداختند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک مسلمان ها را به مثل یک بنای، یک خانه مثال میزند که مسلمان با مسلمان دیگر، مؤمن با مؤمن دیگر به مثل بنایی است که یکیش دیگرش را قوی میگرداند و مستحکم میگرداند که چیزی ضرر رسانده نمیتواند به آن. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انگشت‌هایش را در یکدیگر انداختند و پیوست کردند و فهماندند که مسلمان ها وقتی که مؤمن ها با هم یک جا شدند و یک عقیده شدند و پیرو قرآن و سنت شدند، غمخوار یک دیگر شدند، پس اونها قوه میگیرد، پس مؤمن ها با قوت می شود، دیگر کسی به اونها ضرر رسانیده نمیتواند. پس برادران عزیز مهربان، باید ما و شما با یکدیگر به مثل بنای باشیم که یکدیگر را قوه بدهیم و یکدیگر را مستحکم بگردانیم و یکدیگر را یاردمی دینی و یاردمی ایمانی بکنیم تا اینکه قوه بگیرد، تا اینکه در بر ما و شما راست باشد و حاکم یگانه قرآن عظیم الشان و حاکمی به ظلم و ستم و حاکمی عادلانه قرآن و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بگردانیم. وقتی که ما مؤمن ها، ما مسلمان ها یک جا که شدیم، البته این عملی می گردد و می توانیم که حاکمی که ظلم و ستم نمی کند، قانونی که به هیچ کس ظلم نمی کند، قرآن عظیم الشان و احادیث نبی صلی الله علیه و سلم، این را حاکم و این را دستور عملی هر یکی از مسلمان ها بگردانیم. اگر ما مسلمان ها یک جا شدیم، اگر غمخوار یک دیگر شدیم و اتفاق شدیم، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، الله ذوالجلال میگوید شما همه ای مؤمن ها یک جا چنگ بزنید به قرآن عظیم الشان و گروه گروه تقسیم مشوید و تقسیم نشوید. پس برادر